وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. ما باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. البته مفتخرم که باز هم استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم می‌کنم. من هم عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما برادر سرور عزیزم استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. و خیلی خوشحالم از اینکه این توفیق نصیب شد تا در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم و من قبولی تا آرزوی قبولی عمره شما رو هم دارم که همین چند روز گذشته انجام دادید. الله تعالی همه زائرین بیت الله الحرام رو تلاش هایشون رو به محضر خودش قبول بکنم ان شاء الله. به همه شیفتگان حرمین شریفین این نصیب بکنه تا زیارت بکنن حرمین شریف. آمین. جزاکم الله خیرا استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته ما در قسمت گذشته برنامه زلال ایمان در مورد سومین رکن از ارکان ششگانه ایمان پرداختیم که او عبارت هست از ایمان به کتاب‌های آسمانی. ما در آنجا ایمان به کتاب‌های آسمانی چه معنا دارد، چه نام‌های برای کتاب‌های آسمانی در قرآن کریم یا با چه تعابیری کتاب‌های آسمانی در قرآن کریم ذکر شده‌اند و تعداد این کتاب‌های آسمانی چقدر هست، کسی که منکر یک یا چندی از این کتاب‌های آسمانی باشد حکم او چی است، روی این موضوعات بحث کردیم. البته موضوعی که در آنجا نامکمل مانده بود ایمان به کتاب‌های آسمانی یا چگونگی ایمان به کتاب‌های آسمانی بود که مثلا امروز ما می‌بینیم توراتی هست، انجیلی هست، زبوری هست، خب قرآن کریم که هست. به این کتاب‌ها چگونه ایمان بیاریم؟ آیا ایمان به تمامی این کتاب‌ها یکسان می باشد یا متفاوت می باشد، در بخش های تفاوت نیز می داشته باشند؟ این موضوع ما نامکمل مانده بود که انشاءالله می خواهیم در این بحث و در این قسمتی از برنامه زلال ایمان تحت عنوان تحریف کتاب های آسمانی آسمانی بحثی داشته باشیم. حتما بحث جالبی خواهد بود، بحث نیاز هر جوان خواهد بود، هر مسلمان خواهد بود که هر مسلمان باید بداند، چون امروز استعماری که غرب کشورهای اسلامی را کرده یا به کشورهای اسلامی آمدن و یا اینکه جوانانی که از این کشورهای اسلامی مهاجر شدن به اروپا رفتن در میان آنها زندگی میکنن، یقینا با این مشکل روبرو میشوند، با کتابهای آنها روبرو میشوند، یقینا برای آنها شبهاتی پیش میآید در مورد کتابهایشان. نیاز است که روی این موضوع بحثی داشته باشیم و بحث کنیم انشاءالله که شما هم ما را همراهی کنید تا آخر قسمت این برنامه تا ببینیم که ایمان به قرآن کریم آیا همانند ایمان به تورات امروزی هست، همانند ایمان به انجیل امروزی که نزد مسیحیان ما میبینیم هست یا متفاوت؟ استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما مختصرا اگر حالا همین سه کتاب معروف هست، تورات، انجیل و قرآن کریم، زبور هم شاید باشد، درست است؟ تعریف مختصری از هر کتاب اگر برای ما داشته باشید. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. درباره کتاب‌های آسمانی شما فرمودید که ما برنامه را آغاز کردیم، در آخرین برنامه‌ای که داشتیم موضوع را آغاز کردیم و صحبت کردیم و گفتیم که در قرآن کریم نام چند کتاب ذکر شده و گرچه تعداد کتاب‌های آسمانی برای ما به دقیقاً مشخص نیست و نمیتونیم بگیم منحصراً
4 تا کتاب هستن، اما برخلاف اون چیزی که شایع هست که 4 تا کتاب آسمانی داریم، تعداد کتاب ها مشخص نیست. دلیل صحیح و ثابتی برای این وجود نداره که کتاب ها به این 4 تا محدود شده باشن و بیشتر از این هست. درست. و اما آنچه که در قرآن کریم ذکر شده و نام گرفته شده از اون، ما چند کتاب داریم که یکی از اون کتاب ها کتاب تورات هست، بله. و کتاب انجیل هست و کتاب زبور هست. بله. و همچنین ما درباره صحف ابراهیم علیه السلام هم در قرآن کریم اشاره هایی بهش داریم که در دسترس نیست. اون صحف و الان ما وجود نداره. بعض پوزش ما الان اگر بخوایم درباره کتاب هایی که فعلا وجود داره و بیشتر مد نظر ما و صحبت ماست و بیشتر با اینها ما الان سر و کار داریم و مهمتر هستن، اینها رو میخوایم صحبت بکنیم. کتاب تورات هست و انجیل هست و قرآن کریم هست که معروف ترین ها هستن. و همچنین ما زبور رو در ملحقات بخش تورات به اسم مزامیر داوود و یکی از سفرهایی که اضافه شده به تورات در کتاب عهد قدیم، بخش عهد قدیم کتاب مقدس که نزد مسیحیان هست، ما اون رو داریم که این رو باز به تفصیل بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. اما اگر بخوایم به ترتیب آغاز بکنیم از کتاب موسی علیه السلام، کتاب تورات رو ما در قرآن کریم وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که قرآن کریم برای ما کتابی به نام تورات معرفی میکنه و میفهمد و انزلنا التوراة فیها هدی و نور. و الله تعالی میفهمد من علی باز من نازل کردم تورات رو که در اون نور بود و هدایت بود. و میدانیم که الله متعال این کتاب رو از خلال آیات قرآن کریم که کتاب تورات بر موسی علیه السلام نازل شده و کتابی بوده که بر موسی علیه السلام نازل شده و موسی علیه السلام یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که معروف است و در قرآن کریم پیامبری است که بیشتر از هر پیامبر دیگری نامش ذکر شده و به هر حال اون نبردهاش با فرعون معروف است. کتاب تورات کتاب موسی علیه السلام هست. درست. و در جاهایی از قرآن کریم الواح هم ذکر شده و کتابنا له فی الالواح من کل شیء موعظة، که مفسرین قول راجح بر این هست که این الواح همون تورات هست که الله تعالی به صورت مکتوب این رو به موسی علیه السلام داده و این نکته هم هست که جالب است که تورات به صورت مکتوب داده شده بود به موسی علیه السلام، نوشته شده در داخل لوحه هایی و القا نشده بود. تورات خود معنی لغوی تورات به معنای شریعت هست. خود کلمه تورات کلمه عبری است. درست. و عبری وقتی که میگیم زبان عبری یعنی زبان بنی اسرائیل. زبانی که بنی اسرائیل در فلسطین در زمان موسی علیه السلام صحبت میکردن. زبان معروفی است زبان عبری. هنوز هم برخی از یهودیان با این زبان تکلم میکنن، زبان عبری. و تورات اصل نزول تورات با زبان عبری بوده و خود کلمه تورات هم عبری است. به معنای در فارسی یا همون عربی اگر بخوایم معادل براش بتراشیم میشه معنی شریعت یا دین یا شریعت الان به معنای دین هست. و تورات کتابی است که بر موسی علیه السلام نازل شده و این کتاب همچنان که آنچه که الان یهودیان ادعا میکنن که تورات هست، آنچه که امروز یهودیان ادعا میکنن که تورات هست، ما یا توراتی که امروز نزد یهودیان هست، آنچه که به هر حال به اسم تورات معروف هست. درست. ما الان درباره تورات و تاریخچه تورات صحبتی خواهیم داشت درباره موضوعی که آیا این توراتی که الان هست و آیا همون تورات هست که بر موسی علیه السلام نازل شد. این رو ما برای این اعتقادیم که این اون تورات نیست. قرآن کریم برای ما سخن از تحریف تورات داره و میفهمد که قرآن تورات تحریف شده. اما آنچه که فعلا به نام تورات معروف هست و خود یهودیان به او اعتراف دارن از چند بخش تقسیم شده. درست. و گرچه نسخه هایی هم که باز در تورات هست، این نسخه ها چند تا هستن. این نسخه ها 3 نسخه تورات ما الان فعلا موجوده. از تورات 3 نسخه وجود داره. 3 نسخه به این معنا که 3 کتابی که هر 3 کتاب به اسم تورات نزد یهودیان معروفه و نزد مسیحیان حتی، که اینها با هم تفاوت دارن. یعنی 3 کتاب مختلف تحت نام تورات هستن. 3 کتاب مختلف تحت نام تورات هستن که بخشاش فرق میکنه. در 5 بخشاش مشترکی داره و بخشای اضافه هایی داره. یعنی برخی از کتاب‌ها اضافه هایی داره که کتاب دیگه نداره. درست.
3 نسخه معروف، یک نسخه عبرانی هست، یک نسخه یونانی هست و یک نسخه سامری. این 3 تا نسخه معروف تورات هست که الان وجود داره و از بین اینها نسخه‌ای که به نام عبرانی معروف هست و نسخه‌ای که به نام یونانی معروف هست مورد اعتراف مسیحیان هم هست. و این کتاب تورات، آنچه که ادعا میکنند یهودیان امروزه در تورات، میگن که 5 بخش این کتاب که به اسم 5 هر کدومش به اسم یک سفر معروف است. سفر یعنی حالا میتونیم به معادل مثلا در مقابل قرآن بخوایم بگیم مثلا جز، مثلا 5 جز اگه بخوایم بگیم. الان این سفرها 5 سفر هست که در همه این کتاب‌ها مشترکه، در هر 3 تاشون مشترک است. و از پوزش من خوش میکنم ان شاء الله که گرم دیگه اذیت نکنه. در این 5 تا یک سفر به اسم سفر تکوین معروف است. این 5 تایی که الان اینجا مشترک هست، این 5 تا رو یهودیان ادعا میکنن که این همون توراتی است که بر موسی علیه السلام نازل شده. درست. و اینها رو موسی علیه السلام با دست خودش املا کرده. این 5 بخش رو خودشون هم اعتراف دارن که این 5 بخش فقط اصل تورات است و بقیه آنچه که بهش اضافه شده اصل تورات نیستن اینها. درست. این 5 بخش اول اسم سفر تکوین مشهور و معروف است که در این بخش از زمان تکوین، از همون یعنی آفرینش، از ابتدای آفرینش آسمان ها و زمین سخن میگه تا به حکایت خلافت یوسف علیه السلام میرسه و قبل از خروج یوسف علیه السلام و تا یوسف علیه السلام میرسه و که به مصر رفتن و اونجا به حکومت رسید. و در این حکایت سفر تکوین درباره آفرینش آسمان ها و زمین صحبت میشه، درباره آفرینش آدم علیه السلام صحبت میشه، درباره نوح صحبت میشه، درباره همچنین میاد دیگه تا یوسف علیه السلام. تا یوسف علیه السلام همینا در این هست. این به اسم سفر تکوین معروف است. این بخش اول است. بخش دوم به اسم سفر خروج معروفه. سفر خروج حکایت خارج شدن یوسف علیه السلام از زندان، از خارج شدن بنی اسرائیل به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، حکایت خارج شدن بنی اسرائیل علیه السلام هست که از بعد از یوسف علیه السلام در بر میگیره تا خارج شدن موسی علیه السلام و بازگشتش به فلسطین. تا وقتی که موسی علیه السلام فرار کرد دست فرعون و بازگشتن به فلسطین، این سفر خروج در بر میگیره او رو. سفر تکوین داریم، سفر خروج داریم و بعد از اون ما سفر دیگری به اسم سفر لاویین داریم. سفر لاویین این سفری است که درباره بنی لاوی صحبت میکنه. لاوی یکی از فرزندان یعقوب علیه السلام هست، یکی از برادران حضرت یوسف علیه السلام که گفته میشه جد بزرگ موسی علیه السلام و هارون هست. و این لاویین درباره اینها صحبت میکنه. بنی لاوی که اینها بنی لاوی کسانی هستند که اینها بنی لاوی خود رو اینها وارثان تورات میدونن. درست. و اینها کسانی هستند که گفته میشه که تورات به اینها سپرده شده بوده و من جمله هارون و موسی از این گروه هستند. اینها آبا اجداد و هارون و موسی علیه السلام هستند و بعد از او کسانی که بعد از او اومد. تورات آن زمان نبودن چون آنها خود را وارث تورات میگویند. اینها چون موسی علیه السلام از این نسل است. بنی اسرائیل ما میدونیم که بنی اسرائیل همه فرزندان یعقوب علیه السلام هستند چون اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. از بین بنی اسرائیل باز کسانی که به نسلی که به هارون و موسی از اونها هستند، هارون و موسی از لاوی فرزند یعقوب علیه السلام از نسل لاوی هستند. به همین خاطر اینها خودشون رو نسبت به دیگران یک تمایزی دارن چون میدونن، مثل حکایت قریش در بین عرب که رسول صلی الله علیه و آله از اونهاست. و بعد از اون این پس سفر تکوین داریم و سفر خروج داریم و سفر لاویین داریم و بعد از اون سفر عدد هست و بعد از اون سفر پنجمی که وجود داره سفر تثنیه با 3 نقطه تثنیه، سفر تثنیه است. اینها که در مجموع این 5 سفر، همه این 5 سفر، ما در این 5 سفر رو یهودیان امروز ادعا میکنن که اصل توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شده این 5 بخش است و نسخه‌ای که از تورات، نسخه سامری که از تورات معروف هست، فقط همین 5 بخش در او هست. همین 5 بخش رو داره، 5 تا سفر داره. درست. و این 5 بخش در او هست. به اضافه که در بعضی از نسخه‌های سامری هم حتی نسخه یک سفری به اسم سفر یوشع بن نون علیه السلام اون هم اضافه شده بشه. درست. این یک بخشی از آنچه که امروزه به اسم تورات وجود داره. نسخه سامری همین 5 بخش است. درست.
و اما میرسیم سراغ نسخه یونانی و نسخه عبرانی یا عبری. نسخه یونانی که مورد اعتراف مسیحیان کاتولیک و مسیحیان ارتدوکس است. درست. این دو گروه از مسیحیان هم که اعتراف دارن به این کتاب نسخه یونانی است. نسخه یونانی 46 صفر داره. 5 تا همونایی که ما ذکر کردیم، 5 تایی که ذکر کردیم که در نسخه سامری هم بود، صفر تکوین هست و صفر خروج هست و صفر لاویین هست و عدد و تثنیه. علاوه بر این 41 صفر دیگه هم داره. این نسخه یونانی است که درباره انبیای مختلف هست. درست. هر نبی یک صفری بهش اضافه شده که اینها طبیعتاً هیچ ربطی به توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شده نداره. چون اصلا اینا وصف حال کسانی است که بعد از موسی علیه السلام آمدن. بعد از اون نسخه دیگری که مورد اعتراف از بین مسیحیان، پروتستان مسیحیان هست، اون نسخه به اسم نسخه عبرانی معروف هست که 39 صفر داره. اون 7 تا از نسخه یونانی کمتر داره. درست. و اون 39 صفرش 5 تاش باز همون 5 تا صفر معروف هستن که گفته میشه اینها همونایی هستن که بر موسی علیه السلام نازل شده. و 34 تا دیگه هم صفری هست، اصفاری هست که اینها مال بقیه انبیای دیگر هستن. در مجموع پس آنچه که امروزه به اسم تورات معروف است وصف حالش اینه. و این تورات ها آنچه که به اسم تورات است و زبور هم اگر مثل قرآن بفهمیم 3 قسم تورات وجود داشته. یک توراتی که 5 جزء است که اونا 5 صفر برش میگن. بله. یک تورات 46 صفری که 46 جزء میشه و یک تورات 39 جزئی. 39 جزئی. این در اون 5 تا همه مشترکن. بله. در اون 5 تا همه مشترکن، اما نسخه های دیگر و معروفترین نسخه که مورد اعتراف مسیحیان هست، اون دو نسخه عبرانی و نسخه یونانی است که اینها هر کدومشون 46 تا و 39 تا صفر دارن. درست. و از جمله اون صفرهایی که در نسخه یونانی و نسخه عبرانی وجود داره، غیر از اون 5 صفر معروف، یکی از اونها زبور است و به اسم صفر مزامیر داوود معروف است. درست. و پس اینجا زبور هم اضافه میشه به مجموعه تورات و همه اینها به نام عهد قدیم یاد میشن. تورات به نام عهد قدیم یاد میشه که در کتاب مقدس، ما وقتی که صحبت از کتاب مقدس میکنیم الان آنچه که امروزه به اسم کتاب مقدس معروف هست انجیل است. کتابی است که مسیحیان به اون معترفن. بله. کتاب مقدس کتابی است که مسیحیان به اون معترفن. ما از فعلا از عصر خودمون صحبت میکنیم. درست. در حال حاضر مسیحیان یک کتابی معتقدن و معترفن و در تمام کلیساها مورد احترام و اعتراف هست به نام کتاب مقدس. این کتاب مقدس از 2 بخش تشکیل شده، بخش قدیم و بخش جدید، به نام عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیم این کتاب مقدس تورات هست و ملحقات تورات. وقتی میگیم تورات یعنی همون 5 تا صفر معروفه، تکوین و خروج و لاویین و تثنیه و عدد و تثنیه به ترتیب و ملحقاتش که همون صفرهای دیگری که در یونانی ها است و در نسخه یونانی و در نسخه یونانی و عبرانی است. و خب طبیعتا فرق میکنه که کلیساهای کاتولیک ارتدوکس نسخه یونانی برای اونها معتبر هست و 46 تا صفر داره و نسخه کلیسای پروتستان براش نسخه عبرانی معترف هست و نسخه عهد قدیمشون از همون 39 تا صفر تشکیل شده. درست. اینها کتاب تورات. پس خلاصه آنچه که گفتیم، تورات در قرآن کریم از تورات صحبت میشه، توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شده و توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شده. الان اون تورات یهودیان ادعا میکنن که بخشی از اون وجود، کلا اون 5 صفر همون توراتی است که بر موسی علیه السلام نازل شده و اینها بعد کتاب‌های دیگری، اون صفرهای دیگر و ملحقاتی که به تورات اضافه کردن، اینها زندگی نامه انبیای دیگر و مواعظ و حکم انبیای دیگر هست که بهش اضافه شده، من جمله زبور است. اما درباره انجیل کتابی است که در اصل کتاب انجیل کتابی است که الله متعال میفرماید که و اتیناه الانجیل، کتاب عیسی علیه السلام. بعد از موسی علیه السلام میدونیم که عیسی علیه السلام مبعوث شده و کتاب انجیل بعد از کتاب تورات نازل شده. درست. و کتاب انجیل برای عیسی علیه السلام نازل شده و این کتابی هست که انجیل در لغت به معنای بشارت هست و خود انجیل هم باز نسخه زبان انجیل هم زبان عبرانی است و انجیل یعنی بشارت. درست. انجیل یعنی بشارت
و خود انجیل حالا معانی دیگری هم برای ذکر کردن، معروف ترین معنیش که براش گفته شده بشارت است. به معنای مژدگانی هم بعضی ها انجیل رو به معنای مژدگانی هم گفتن. پس همون مژدگانی، یعنی مژدگانی اون شیرینی که کسی مثلا خبر خوشی میاره برای کسی، در مقابل این یک مژدگانی به میده. این مژدگانی شیرینی که در مقابل یک خبر خوش داده میشه، که هر دو تا باز معنیش قریب است. انجیل هم در قرآن کریم از انجیل نام گرفته شده و کتابی هست که قرآن کریم ذکر میکنه که برای عیسی علیه السلام فرستاده شده. در سوره آل عمران که معروف هست به خاندان عمران، و خاندان عمران میدونیم که از اونها، از این خاندان موسی علیه از این همین خاندان عیسی علیه السلام هست. عمران جد عیسی علیه السلام هست، جد مادریش. بله. و مادر مریم و پدر مریم هست. عمران پدر مریم هست و پدر بزرگ عیسی علیه السلام از مادر. و آل عمران، سوره آل عمران بیشتر درباره مسیحیان صحبت میکنه و شأن نزولش هم درباره مسیحیان هست. درست. در این سوره الله متعال ابتدای سوره وقتی که شروع میشه سوره در آیه سوم، بعد از اینکه میفهمید الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. انجیل الله متعال، ما اصل انجیل رو اعتقاد داریم بهش و ایمان داریم بهش، همونطور که به اصل تورات اعتقاد داریم و ایمان داریم. بله. الان ما انجیلی رو قرآن برای ما معرفی میکنه و انجیلی، نگیم انجیلی، انجیل هایی مسیحیان امروزی برای ما معرفی میکنن. درست. ما الان دو تا موضوع داریم، توراتی که قرآن معرفی میکنه با توراتی که یهود امروزه برای ما معرفی میکنه. درست. و همین حکایت رو نسبت به انجیل هم داریم، انجیلی که قرآن معرفی میکنه و انجیل هایی که مثل تورات ها و انجیل هایی که مسیحیان برای ما معرفی میکنه. اعتقاد ما نسبت به تورات و انجیل، اصل توراتی که بر موسی علیه السلام نازل شده و انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شده که قرآن به او اطلاع میده ما رو، این جزئی از ایمان ماست و ما اعتقاد داریم و ایمان داریم که کتابی بر موسی علیه السلام به نام تورات و بر عیسی علیه السلام به نام انجیل و بر زبور به داوود علیه السلام به نام زبور نازل شده. درست. و به هر آنچه که در آن اصل کتاب بوده ما اعتقاد داریم، هر آنچه که در اصل کتاب، بدون اینکه بدانیم تفاصیل اون چی بوده. ما چون اصل کتاب را الله تعالی میفهمد کتابی فرستادم یعنی کلام الله تعالی است. وقتی کلام الله تعالی است، دستور و فرمان الله تعالی است، از طرف الله تعالی اومده و ما با هر چیزی که در او هست ایمان داریم. اما میمونه موضوع این که آیا آنچه که امروزه مسیحیان یا همون نصارا به تعبیر قرآنی نصارا برای ما معرفی میکنن، آیا این همون اصل انجیل هست یا نیست؟ اما ببینیم آنچه که امروزه به اسم انجیل، به اسم انجیل الان الله تعالی درباره انجیل هم میفهمد که در انجیل هم هدایت و نور بود، همونطور که در تورات هدایت و نور بود، همونطور که قرآن هم این رو میفهمد. در قرآن هم حتی تعبیری که قرآن هم الله متعال میفهمد، قرآن هم میگه الله متعال میفهمد هدی و بشرا، حتی بشارت است. بشارت انجیل هم گفتیم یکی از معانی انجیل بشارت است. قرآن را الله تعالی میفهمد بشارت است. و قرآن هم کتاب دین است و کتاب شریعت است. معنی تورات هم همین بود. در اصل مضامینی که در اعتقاد و باور و در اصول ایمانی در تورات و انجیل و قرآن بوده همش یک چیزه. چرا؟ الله تعالی میفهمد قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، ما ایمان آوردیم به الله و آنچه که بر ما نازل شده قرآن، و ما انزل الی ابراهیم، آنچه که بر ابراهیم نازل شده، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و ما اوتی عیسی، هر آن چیزی که بر انبیای الهی نازل شده از ابراهیم علیه السلام، بر یعقوب، اسحاق و نسل اسحاق و همچنین بر موسی و همچنین بر عیسی، و ما اوتی النبیون من ربهم، و هر آن چیزی که بر پیامبران آسمانی نازل شده، پیامبران از طرف الله متعال از آسمان نازل شده، ما به همین ایمان داریم. این اعتقاد ماست. ما به همشون اعتقاد داریم و ایمان داریم اصلشون. اما آنچه که امروزه از انجیل هست، ما این اعتقاد ما کلا به صورت کلی نسبت به انجیل هست، اما نسبت به آنچه که امروزه به اسم انجیل مطرح میشه چیکار باید بکنیم؟ اول باید ببینیم که چی هست. آنچه که به اسم انجیل امروز مطرح میشه چی هست که ما بدونیم نسبت به این چه اعتقادی داشته باشیم. آیا این همان انجیل است یا نیست؟ همین اعتقاد نسبت به تورات هم است. الان انجیلی که امروزه مسیحیان یا همون نصارا انجیلی که به اعتقاد دارن یک انجیل نیست، 4 تا انجیله و بلکه 5 تا انجیله که 4 تاش مورد اعتراف کلیساست، تمام کلیساهای مسیحیت، و یکیش رو برخی از اونها فقط بهش اعتراف میکنن و مورد اتفاق نیست و مورد به صورت به رسمیت نشناختن این انجیل رو. الان
4 تا انجیل هست. 4 تا انجیل داره. انجیلی هست به نام متی، انجیلی هست به نام یوحنا، انجیلی هست به نام لوقا، انجیلی هست به نام مرقس یا مرقس و انجیل دیگری. این 4 تا مورد این 4 تا الان این 4 تا انجیل متی و یوحنا و لوقا و مرقس اینها مورد اعتراف کلیسا است. درست. 4 تاست و هر 4 کتابی که هست رو مسیحیان اینها اعتقاد دارن و اعتراف میکنن به این ایمانشون هست که اینها همون انجیلی است که بر عیسی علیه السلام نازل شد. خب و این 4 تا حالا متی کی هست؟ چرا به اسم متی است انجیل؟ متی یکی از شاگردان عیسی علیه حواریونه. درست. یکی از یاران عیسی علیه السلام است. درست. یوحنا یکی از شاگردان عیسی علیه السلام. درست. درباره لوقا گفته میشه که لوقا شاگرد خود عیسی علیه السلام که نیست، شاگردانش هم نیست. شاگرد پولس یا به عربیش میگن پولس که اصل اسمش شاول که یک یهودی بود. درست. که این یهودی آمد در بین مسیحیت داخل شد، ادعای مسیحیت کرد و یکی از بزرگان مسیحیت شد و هدفش ضربه زدن مسیحیت و تحریف مسیحیت بود. درست. و به این هدف رسید و تونست که چیکار بکنه؟ عقیده تثلیث رو در بین مسیحیان به وجود آورد. همین بولس بود. درست. لوقا شاگرد اینه. شاگرد یک یهودی. شاگرد حضرت عیسی نبود. بولس خودش مستقیما شاگرد عیسی علیه السلام نیست. بولس شاگرد عیسی علیه السلام نیست و فقط متی و یوحنا شاگرداش بودن. درست. و مرقس این شاگرد عیسی علیه السلام هست. شاگرد حواریونه. یکی از شاگردای حواریون عیسی علیه السلام مرقس هست که یکی از انجیل ها به نام اون هست. الان ما 4 تا انجیل داریم که مورد اعتراف هست. یکی از این انجیل ها که اصلا هیچ نسبتی با شاگردان عیسی هم نداره. 2 تا از اینها مال شاگردانشون هستن، متی و یوحنا. یکی مال شاگرد عیسی علیه السلام هست که انجیل مرقس است. و اونی که به اسم انجیل لوقا معروف است، اصلا که از شاگردان یکی از شاگردان یک یهودی بوده که به نام مسیحیت اومد و مسیحیت رو تحریف کرد. درست. و اعتقاد تثلیث رو اون اولین بار ایجاد کرد و داخل کرد در بین اونها. این 4 تا انجیل هستن. یک انجیل 5گانه‌ای هست، پنجمی هست به اسم برنابا و اون انجیل برنابا رو کلیسا بهش اعتراف نداره. درست. و نسخه‌ای از اون اخیراً در قرن‌های گذشته پیدا شده و این انجیل نزدیکترین کتاب از لحاظ اعتقاد و باور در بین این 5 کتاب مسیحیان به قرآن این برنابا است. انجیل برنابا که بهش اعتقاد نداره مسیحیت. درست. و باوری هم بهش نداره. چون که میشه گفت سالمترین کتابی از بین کتاب‌هایی هست که منتسب به عیسی علیه السلام هست. سالمترینشون اینه. کمترین تحریف در این صورت گرفت. اما ما موضوعی که الان اینها مختصری است از تورات و انجیل. درست. الان میرسیم سراغ حالا این انجیل های 4گانه، هر 4 تاشون در کتاب مقدس مسیحیان، آنچه که امروز به اسم کتاب مقدس نزد مسیحیان هست. درست. این 4 تا انجیل متی و یوحنا و مرقس و لوقا، این 4 تا هر 4 تا در کتاب مقدس جمع شدن. در کتاب مقدس بخش کتاب عهد جدید رو تشکیل میده. عهد جدید یعنی کتاب مقدس بر 2 بخش گفتین تقسیم میشه. عهد قدیم که تورات و ملحقات تورات است. بله. و عهد جدید این 4 تا تورات، این 4 تا انجیل رو در خودش جا داده. و الان آنچه که به اسم کتاب مقدس معروف نزد کلیسا و مسیحیان این 2 مجموعه است و کتاب مقدس فقط نزد مسیحیان مورد اعترافه و مقدسه. درست. آنچه که به اسم کتاب مقدس معروف است و عهد قدیم و جدید داره، چون یهودیان اعتراف به انجیل ندارن، به عهد جدید ندارن. اصلا به عهد جدید اعتراف ندارن، اون اصلا قبولش ندارن. بله. اونها بیشتر از این که به انجیل اعتقاد داشته باشن به کتاب تلمود اعتقاد دارن. درست. که تلمود هم مال اصلا هیچ نسبتی با موسی علیه السلام نداره و اصلا قانون‌ها و نظامی است که خودشون نوشتن به یک کتاب بسیار وحشتناک و اصلا یک کتابی است که دیگه در اون کتاب و بسیاری نزد یهودیان محترم هست و معتبر هست تلمود و هیچ نسبتی با کتاب‌های آسمانی نداره. درست. و فقط جز کینه و بغض و در اون کتاب مثلا آدم میخونه وقتی که این کتاب رو مطالعه کنه که یهود
بقیه انسان‌ها رو حیواناتی می‌دانه که الله تعالی اونها رو به شکل انسان برای خدمت یهود خلق کرده و قتل اونها هر جا واجب است و غیر یهودی رو هر جا میتونن به ناموسش تجاوز بکنن و زنا بکنن و مالش رو بگیرن و بخورن و اون بحث جدا است. اما عجیب اینه که یهود اعتقاد به انجیل نداره و اعتراف به انجیل نداره. بله. اما مسیحیان و نصارا اعتراف به تورات دارن. عهد کتاب مقدس مسیحیان همون تورات کتاب مقدس مسیحیان الان تورات رو هم داره. بله. و عجیب تر اینه که حالا شاید این سوال پیش بیاد که چطور این هم اختلاف بین یهودیان و مسیحیان و الله تعالی میفهمد که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. مسیحیان میگن که یهود بر هیچ چیزی نیست و یهودیان میگن مسیح بر هیچ چیزی نیست. مسیحیان این دو دشمن هم هستن. بله. و یهودیان به حضرت مریم تهمت زنا زدن. بله. و باز مسیحیان یهودیان رو قاتل عیسی میدانن. میگن که طبق اعتقاد خودشون که عیسی به صلیب کشیده شده، میگن یهودیان این کارو کردن. و یک کینه و دشمنی قدیمی بین اینا هست. با این وجود می‌بینیم که مسیحیان در کتاب مقدسشون به عهد قدیمی اعتقاد دارن که همش تورات و ملحقات توراته و کتاب مقدس یهودی است. به این خاطر اینها اعتقاد دارن به تورات که در کتاب انجیل‌های چهارگانه، در تمام انجیل‌های چهارگانه اگر مطالعه بکنیم، انجیل‌های چهارگانه اصلا چیزی از اون چه که قرآن کریم اشاره میکنه به اصل انجیل که انجیل آمده بود در او هدایت و نور بود، چیزی از اون وجود نداره. کتاب‌های انجیل‌های چهارگانه که 2 قرن، حداقل 1.5 قرن، 2 قرن بعد از عیسی علیه السلام تألیف شده و شاگردانش نوشتن و به نام شاگردان هم پخش شده و مشهوره. گفتیم متی و یوحنا این همه شاگردانش هستن. هیچ کدوم نمیگن انجیل عیسی، نمیگن حتی انجیل عیسی، چه برسه بگن انجیل الله. ما قرآن رو میگیم کتاب الله. اینا میگن انجیل عیسی، هم نمیگن حتی انجیل متی، انجیل یوحنا. در این کتاب ها که بیشتر اگه بخوایم مثال بزنیم در به کتابای خودمون، این 4 تا انجیل هایی که مسیحیان به اعتراف دارن الان بیشتر مثل زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ماست. کتاب سیرت، کتابایی که ما به نام سیرت میشناسیم که زندگی نامه رسول الله رو برای ما نوشتن، گرچه در بین کتابای سیرت ما خیلی از احکام فقهی هم توش هست، خیلی از احکام فقهی توش هست، اما اینها همون هیچ، یعنی حالا نگیم هیچی، بیشتر میشه گفت که خالی است از احکام فقهی. انقدر فقیر این کتاب ها از احکام فقهی و دستورالعمل عبادی، یعنی یک مسیحی نمیتونه از بین این 4 تا انجیل دستورالعمل زندگی یاد بگیره. بله. به ناچار مجبور شدن چیکار کنن؟ که عهد قدیم رو برن به عهد قدیم مراجعه بکنن و از تورات دستورالعمل عبادی یاد بگیرن. درست. اینه که مسیحیان با وجود دشمنی با یهودیان به کتاب یهودیان معترفن، چون در کتاب‌های انجیلی که به نام انجیل معروف امروز دستورالعمل عبادی وجود نداره. درست. و بیشتر وصف حال داستان‌هایی است که برخی از شاگردان عیسی علیه السلام یا منتسبین به شاگردان یا این کسانی که چند قرن بعد اومدن یک سری خاطراتی نوشتن و حکایت‌هایی ذکر کردن که سراسر تناقضات هست، بهش میرسیم. و این انشاءالله مجموعه‌ای است که امروزه ما به اسم کتاب مقدس میشناسیم. درست. و مجموعه دیگر هم که انجیل و تورات و انجیل رو ذکر کردیم و زبور، و میمونه کتاب قرآن کریم که نیاز به تعریف نداره. نیاز به تعریف نیست. واقعا تشکر. سلامت باشید. اجازه بدین بریم بر سراغ میان برنامه کوتاه. بریم عزیز، میان برنامه کوتاه رو میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن
ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله صلى عليك الله. قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد. ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله صلى عليك الله. أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد. أتباع عيساها رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي. هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد. عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين في الذكر والإنجيل رغم الملحدين. فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. صلى عليك الله صلى عليك الله. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في عليائه. من قلبي الحيران ناديت
ذنبي تعلم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان با موضوع تحریف کتاب‌های آسمانی همراه با استاد سلیمانی عزیز خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلیمانی عزیز خیلی با تفصیل کتاب‌های تورات و انجیل را برای ما معرفی کردن، کتاب‌هایی که نزد یهودی‌ها و نصرانی‌ها مقدس پنداشته می‌شود. استاد سلیمانی عزیز، از خلال صحبت‌هایتان من این گونه برداشت کردم که بر علاوه اینکه تورات 3 نسخه هست و انجیل هم فعلا 4 و یا 5 تاست، این یک تقسیم بندی دیگر هم از خلال صحبت‌های شما چنین ظاهر می‌شد که هست. یکی توراتی هست که الله متعال بر حضرت موسی نازل کرده بود، یکی این تورات هایی است که فعلا یهود برای ما مطرح میکنن و معرفی میکنن. انجیل این شکل ما انجیلی داریم که الله متعال بر حضرت عیسی نازل کرده و در قرآن از او ذکر میکنه، و یک انجیل هایی است که امروز توسط نصرانی ها به ما معرفی میشود. حالا 2 قسم تورات بوده، 2 قسم انجیل بوده. بخش اول که تورات و انجیلی که از سوی الله متعال بالای حضرت موسی و عیسی نازل شده که ما باید همان گونه که در قرآن آمده ما ایمان داشته باشیم. اما با این تورات ها و انجیل هایی که امروز یهودیان و نصرانی ها برای ما معرفی میکنن چی باید بکنیم؟ اینجا هم ایمان آوردن ما لازم است به اینها؟ ما طبق فرمایشات الله متعال در قرآن کریم و همچنین خب طبیعتا الله متعال وقتی که صحبت میفرمایند و من استقام من الله قیلا، کی از الله متعال صادق‌تر است در کلام و گفتار و واقعی موجود و آنچه که موجود است فعلا به نام تورات و انجیل. بله. و مطالعه این کتاب ها و نسخه های مختلفی که مطرح کردیم به صورت مختصر تازه ما مطرح کردیم و داخل جزئیاتش نرفتیم، همچنین مطالعه دقیق موضوع کتاب هایی که به نام انجیل های 4 گانه‌ای که هست و مورد اعتراف خود نصرانی هم هستن، به این حقیقت دست پیدا میکنیم که امکان نداره این کتاب ها همون کتابی باشه که بر انبیای الهی نازل شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این کتاب ها تحریف شدن. از قرآن کریم که شروع بکنیم، خود قرآن کریم برای ما میفرماید چه در نسبت به تورات و چه نسبت به انجیل که اینها تحریف کردن کتاب های آسمانی. یک نکته رو مد نظرمون باشه که الله متعال بعد از اینکه تورات و انجیل رو نازل کرد، حفاظت تورات و انجیل رو به عهده پیروان تورات و انجیل گذاشته بود، برخلاف قرآن کریم که حفاظت قرآن کریم رو خود الله متعال به عهده گرفت. دلیل این در کجاست؟ دلیل حفاظت تورات و انجیل به عهده علمای یهودی و نصرانی بود. در سوره مبارکه مائده آیه 44 الله متعال میفرماید ان انزلنا التوراة فیها هدی و نور. من الله با عظمت تورات رو نازل کردم، در اون هدایت و نور است. یحکم بها، حکم میکنن به النبیون الذين اسلموا، پیامبرانی که تسلیم شدن برای اطاعت. درست. للذین هادوا، برای یهودیان. و الربانیون و الاحبار، همچنین ربانیون و احبار، پیروان موسی علیه السلام و علما و بزرگان و اهل علم و متخصصین و مشایخ یهود. بله. چرا؟ بما استحفظوا من کتاب الله. استحفظوا، صیغه استحفظوا صیغه مجهول است از باب استفعال. بله. باب استفعال، استحفاظ طلب حفظ کردن، درست است؟ استحفاظ یعنی طلب حفظ، از اینا طلب شده حفظ بکنن. استحفظوا یعنی که فعل به اینها نسبت داده میشه، فعل مجهوله، فاعلش کیه؟ الله متعال. نه، استحفظوا الله متعال به اینها وظیفه داده. بله. وظیفه داده. بله. اینها نائب فاعلن. الان فعل خود فعل استحفظوا فاعل نداره. فعل مجهول معروف است که نائب فاعل نداره. بله. نائب فاعل یعنی به جای فاعل کسی دیگری این فعل رو باید انجام بده. استحفظوا یعنی اینجا مفعول میاد، کتاب نائب فاعل میشه. استحفظوا من کتاب الله، اونها ربانیون و الاحبار، از ربانیون و احبار خواسته شده بود تا حفاظت بکنن این کتاب. بله. این معنای عامه، معنای زیاد در لغتش داخل نشه. بله. الله متعال در این آیه میفرماید که من از ربانیون احبار خواسته بودم این کتابا رو محافظت بکنم. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که الله متعال تورات رو
برای بنی اسرائیل وقتی فرستاد از بنی اسرائیل خواست تا تورات رو محافظت کنن. همچنین در سوره مبارکه آل عمران که گفتیم آل عمران درباره کی است؟ درباره خاندان عمران خاندان عیسی علیه السلام. خاندان عیسی علیه السلام هست و در رأس به هر حال خانواده مریم و عیسی قرار داره عمران و درباره مسیحیان است. در آیه 187 الله متعال میفرماید و اذا اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب به صورت کلی الله تعالی اخذ کرد، میثاق گرفت، عهد گرفت از کسانی که به اونها کتاب داده شده بود، اهل کتاب، تورات اینجا یهود هم شامل میشه و نصارا. لتبینونه للناس، اون رو بیان کنید برای مردم، ولا تکتمونه، نپوشانید، اینو پنهانش نکنید. پنهان نکنید یعنی چی؟ پنهانش نکنید یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمال وجود داره که اینها این کارو بکنن و این کار نکنید. بله. پنهان نکنید، کتاب منو پنهان نکنید، بگید. یعنی وظیفه به اینهاست، کلا وظیفه به اینا داده شده برای ابلاغش، تبلیغش، حفظش، همه چیزش. این آیه رو با اون آیه 43 سوره مائده که کنار هم بگذاریم به معنی است که هم حفاظتش، هم ابلاغش، هم رساندنش، همه به عهده ایناست. فنبذوه وراء ظهورهم، اونها پشت سر انداختن و اشتروا به ثمنا قلیلا، فروختنش. علاوه بر این الله متعال میفرماید اما در قرآن کریم در سوره هجر 9 میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، من الله با عظمت قرآن نازل کردم و من الله هستم که حافظ این کتابم، من محافظت میکنم. اما تورات و انجیل این حفاظت از طرف الله متعال نبود. اگه میبود که نمیشد. اگر الله متعال حفاظت تورات و انجیل رو خود به عهده میگرفت مگه تورات و انجیل تحریف میشد؟ امکان نداشت. امکان نداره که الله تعالی حفاظت به عهده بگیره و تحریف بشه. در حالی که قرآن کریم حفاظت به عهده گرفت و تحریف نشده. 1400 سال گذشته این نسخه که دست من است همون نسخه است که دست فعلا در اروپا است. در اروپا است و در آمریکا است و در نسخه های خطی کتابخانه‌هایی است که از 1000 سال پیش دست‌نوشت‌های صحابه است. بله. همونها دقیقاً همین نسخه است. همین نسخه همون نسخه است. با یک چاپ جدید. محتوا همون محتوا است. کلمات همون کلماته. یک نسخه است. 4 تا نیست. از ابتدای اسلام تا به امروز. در هر خانه هم که شما برید هم یک نسخه است. یک نسخه قرآن است. هیچ فرقی نمی‌کنه. آیه چند فلان سوره من یک چیز میخونم، عیناً همین رو شما یک چیز همین رو میخونید. اون در اون کشور دنیا، اون در اون کشور دنیا 1000 سال پیش هم همین رو میخوندن، 10000 سال بعد هم همین رو میخونن. هیچ فرقی نمیکنه. اما درباره تورات انجیل اینطوری نیست. علاوه بر این الله متعال در خود سوره مبارکه بقره در آیات مختلف و در سوره های دیگر در سوره مائده و بیشتر در این سوره ها صحبت شد در این باب درباره تحریف تورات و انجیل. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 75 درباره تورات صحبت میکنه، درباره بنی اسرائیل میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله. آیا شما ایمان دارید که اینا به شما ایمان بیارن؟ آیا شما طمع دارید ای مؤمنین؟ طمع دارید که شما آیا طمع دارید که اونها به شما ایمان بیارن و در حالی که اونها کان فریق منهم یسمعون کلام الله. وقد كان فریق منهم، کان کمد یعنی فعل ماضی استمراری میشه. کان فریق منهم یسمعون، آنها میشنیدند کلام الله متعال رو، ثم یحرفونه، تحریفش میکردن، من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه درکش هم میکردن، و هم یعلمون، و میدانستن هم چی کار دارن میکنن. تحریف کرد. الله متعال میفهمند یهودیان کتابشون رو، تورات رو تحریف کردن. یعنی چی؟ اضافه و کم کردن. در چند آیه بعد، 4 آیه بعد باز الله متعال چه میفرماید؟ در 79 سوره بقره فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اون کسانی که با دست خود کتاب ها رو می‌نویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگن که این کتابی که من نوشتم این کتاب الله تعالی است. چرا؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، به خاطر که متاع دنیا به دست بیارن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای به آن حال آنچه که نوشتن اینها، وای به حالشون به خاطر اون چیزی که نوشتن و وای به حال اینا به خاطر مالی که کسب کردن. همچنین و من الذين قالوا ان النصارى، در سوره مبارکه مائده الله متعال میفرماید کسانی که گفتن ما نصارا هستیم، مسیحی هستیم. و من الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقا، از اون عهد گرفتیم. عهد چی بود؟ همون عهدی که اشاره کنیم و اذا اخذ الله ميثاق النبيين و اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس، کتاب رو پخش بکنید، پنهانش نکنید، مخفیش نکنید. عهد این بود. و من الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به، فراموش کردن یک بهره زیادی رو
بخش بزرگی از آنچه به اونها پند داده شده بود که انجیل بود. این آیه هم اشاره به این داره که تورات، انجیل هم تحریف شد. قرآن کریم برای ما میگه تحریف شد، هم تورات هم انجیل. خب شاید این رو خصم باور نکنه، چون آیات های زیادی را شما از قرآن میخوانید که تورات و انجیل تحریف شده. اونا میگن ما اصلا همچون چیزی را قبول نداریم، چه برسه به این که آیات هایی را از اینجا برای ما بخوانیم که شما تورات و انجیل را تحریف کردی. حق دارن بگن، حق داره این حرفو بزنن، چون به فرموده شما اصلا اعتقادی به قرآن ما ندارن. و اگه اعتقاد می‌داشتن که مسئله حل بود دیگه. خود به خود قرآن میفهمد که تورات و انجیل تحریف شدن. وقتی که تحریف شدن به معنی که قابل اعتبار نیستن در دستور گرفتن، در حکم گرفتن. گرچه این رو هم حالا صحبت می‌کنیم که آیا همه تورات و انجیل تحریف شدن یا بخشی عظیمی از اونها تحریف شده یا بخش کمی از اونها تحریف شده. این موضوع رو اول بهش برسیم که باز بریم سراغ دلایل تحریفش. چه فرق میکنه؟ الان اگر بفهمیم همینقدر کافی است که برای کسی گفته شود در این کتاب تحریفی شده، حالا ما نمیدونیم در کجا تحریف شده، باید از کل کتاب دور بریم. در بحث فقهی ما گفتیم که در بحث کلی گفتیم که چون که این کتاب درباره او تحریف آمده دیگه علامت استفهام روی علامت سوال روی کتاب است. پس وقتی مخصوصا که وقتی قرآن کریم آمده دیگه ما الله متعال فرمود و مهیمنا علیه، یعنی این کتاب دیگه حجتی است برای کتاب‌های قبل از خود و هر آنچه و مصدقا لما بین یدی. بله. اصل تورات و انجیل آنچه که درباره اعتقاد و باور و نیاز امت بوده در مسائل اعتقادی در قرآن هست. قرآن ما رو مستغنی میکنه از تورات و انجیل. چون الله تعالی میفهمد هر آنچه که در تورات و انجیل بود من در قرآن مطرح کردم با آنچه که نیاز بوده، به جز موارد احکامی که متغیر بوده و تغییر کرده برای ما. اما در اصول، در اعتقادات همون چیزی که در تورات و انجیل بوده همون چیز در قرآن هست. پس ما هیچ نیازی نداریم که بریم سراغ تورات و انجیل. اما در مسائل فقهی باز هم نباید بریم به صورت تورات و انجیل، چون اونها نسخ شده. حکمش خود به خود بعد از آمدن کتاب جدید خود به خود هر چه در کتاب قبلی است حکمش دیگه نسخ میشه. یعنی اینکه اون غیر قابل اعتبار است. این بحث دیدگاه اعتقادی ماست. اما از آیات کلام الله مجید این گونه برمیاد که این تحریفی که صورت گرفته اینطور نبوده که تمام 100% تحریف شده باشه. درست. میشه بعضی جاها مثلا استناد کرد، بعضی جایی که مخالفتی نداره، مثلا در تورات و انجیل حکمی اومده، درست، در تاییدش هم در قرآن مخالفتی با احکام قرآن، مخالفتی با احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم نداره، قابل اعتباره. چرا در زمان رسول صلی الله علیه و سلم یک اتفاقی افتاد. صلی الله علیه و سلم یهودیان مدینه، میدونیم که مدینه منوره شهر یهودی نشین بود. بله. و طایفه‌های بنی نضیر، بنی قینقاع، بنی قریظه مهمترین طایفه‌های یهود اینجا بودن. دو نفر از اینها زنا کردن. یک مرد و زنی با هم مرتکب زنا شد. در تورات حکم تورات درباره زنا حکم قرآن بود. دقیقاً همون حکمی که برای زن و مرد شوهر متأهل، زن و مرد متأهل اگر زنا بکنن حکمشون چی است؟ سنگسار. یا همون به تعبیر قرآنی رجم، به تعبیر شرعیش. در تورات هم حکم زنای محسنه متأهل همین بود. درست. اونا گفتن به خاطر اینکه این دو نفر کمی صاحب وجاهت بودن بریم پیش محمد یکم تخفیف بده به ما در این حکم. به خیال خود که میگفتن از تورات خبر نداره، شاید پیش اینا حکمی باشه که رجم نباشه، رجم نشه، کشته نشن. خلاصه کن آمدن گفتن یا محمد فلانی زنا کردن، چه حکم میکنی؟ فرمود در تورات شما در تورات چه آمده است؟ گفتن در تورات آمده که شلاق بزنید و مفتضحشون کنید، قبرشون رو میبریم و شلاق میزنیم. عبدالله ابن سلام یکی از یهودیانی بود که از علمای بزرگ یهود بود که مسلمان شده بود و عالم به کل تورات بود. توراتی که اون دست اونها بود با وجود تحریف. الان ما از چی صحبت میکنیم؟ توراتی که خود الله متعال میفهمد تحریف شده بود در قرآن، همون لحظه‌ای که آیات قرآن دلالت بر تحریف تورات میکنه، الان یک توراتی هست که محرف و تحریف شده هست. الله تعالی الان رسول صلی الله علیه و سلم از حکم همین تورات تحریف شده میپرسه. عبدالله بن سلام فرمود که دروغ میگید، والله در تورات حکم زنای متأهل رجم است. حضرت فرمود که بیارید تورات رو. آوردن و خواندن. اون کسی که مسئول خواندن بود، مشغول خواندن بود، انگشتش رو گذاشته بود روی این بخشی که نوشته بود که رجم بشه، قبل و بعدش رو خواند. این رو نخواند. زمان عبری بود، اینهای اطرافیاشون هم نمیفهمیدن عربی. کسی هم نمیفهمید. رد شد رفت. عبدالله بن سلام گفت دروغ گفتی. چرا اون قسمتی که رجم بود رو نخوندی؟ انگشتت رو بردار. انگشتش رو که برداشت، بعد همه دیدن که اینجا واقعا رجم آمده و مشخص شد. گفتن که محمد راست گفت. با اون دو نفر رجم شدن. خلاص الله متعال آیه نازل فرمود. قبل از این آیه کنان خوندیم این نازل تورات فی یهود و قبلش و کیف یحکمونک
چطور میان پیش تو حکم میکنن، از تو حکم میگن و عندهم التوراة فیها حکم الله. تورات پیش اونهاست و در این تورات حکم الله تعالی هست. ببینیم الان این آیه اشاره داره که در اون تورات محرف و تعریف شده زمان رسول صلی الله علیه و سلم خود الله تعالی میفرماد فیها حکم الله، یعنی حکمی از الله تعالی در اون تورات بوده، پس میشه که باش. تحریف در تورات و انجیل به تمام آنچه که اومده تعریف نشده، اما اکثرش شده تحریف شده. از دلایل تحریف اولا که خود اختلاف نسخه ها. انجیل مثلا بله 4 تا انجیل داریم، هر کدوم یک چیز میگن، تناقض دارن در محتوا، تناقض دارن در تاریخ ها، تناقض دارن در کلمات، تناقض دارن در تعابیر. چطور امکان داره که هر 4 تاش کدوم یکی از اینا الان اون انجیل است؟ به ما بگید از این 4 تا کدوم یکیش انجیل است؟ فکر میکنم در برنامه بازسازی اندیشه با تصویر کتاب مقدس جناب استاد سیغل و استاد فاتی عزیز با تفصیل دارن در این باب هنوز موضوع یهودیت و مسیحیت و عزیزان در بازسازی اندیشه به تفصیل ما فقط اشاره میکنیم، تخصصی اونجا بحث میشه. در تورات درباره الله متعال وقتی که صحبت میشه، کتاب اصلا اول قبل از این سندیت این 2 تا کتاب، ما الان درباره قرآن کریم از الان تا زمان رسول صلی الله علیه و سلم برای قرائتمون که این حرف چطور خوانده بشه سند داریم. فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا رسول الله شنیده، سند صحیح و متصل. بله. که اینطوری باید خوانده بشه. صدها به تواتر رسیده، هر کدومش به تواتر رسیده. نه درباره تورات نه درباره انجیل یک سند موثق وجود نداره. تورات 2 بار یهودیان به دست بخت نصر و به دست اسکندر چنان بیت المقدس تخریب شد و تمام نسخه های تورات گم شد که اصلا هیچی وجود نداره. به اعتراف خود تورات فعلی در آنچه که نوشتن که سلیمان علیه السلام وقتی به قدرت رسید در تابوتی که اونجا 5 لوح 5 تایی که گفتیم 5 صفر مهم گذاشته شده بود باز کرد، فقط 2 تاشو پیدا کرده بود، 3 تا دیگه نبود. صدها سال گذشته. حالا من در داره تاریخ تورات اگه بخوام صحبت بکنم یک برنامه به تفصیل نیاز هست، تاریخ تورات و تاریخ انجیل. تاریخی که در اون 100 سال 150 سال هیچ اثری از نه توراتی بوده و نه انجیلی، و بعد یک نفری میاد و مینویسه از پیش خودش. اگر ما بیایم نگاه بکنیم درباره تورات و انجیل هر 2 تاش، تورات خیلی بارها در تورات این کلمه رو میبینیم و موسی گفت و خدا به موسی گفت و موسی به مردم گفت. مگه قرار نبود این الله تعالی موسی رو خطاب بکنه؟ عجیبتر در تورات میخوانیم در سفر تثنیه در تورات آمده که این سفر تثنیه جزو 5 سفرایی است که همه قبول دارن که دست‌نوشته موسی است، دست‌نوشته موسی است و بر موسی نازل شده. در سفر تثنیه آمده که و موسی مرد در کنار خانه‌ای در کنار مسجد الاقصی و تا به امروز هیچ انسانی نمیداند که قبر او کجاست. آیا هیچ عقل سالمی میپذیره که بر موسی علیه السلام نازل شده این کلام و موسی با دست خودش نوشته و موسی مرد؟ اگه موسی زنده بوده اینو نوشته نعوذ بالله دروغ گفته. اگه موسی مرده کی اینو نوشته پس به اسم موسی؟ و تازه موسی مرد و کسی تا به امروز کسی نمیداند که قبر او کجاست. خب مشخصه که اینو 100 سال بعد 150 سال بعد کسی دیگری به اسم موسی نوشته. به الله متعال توهین میشه در این کتاب. میفهم نوشتن مثلا در سفر تکوین که اولین همین 5 تا سفری که مورد اتفاق همه هست، در سفر تکوین اولین سفرش نوشته که الله متعال بعد از این که 6 روز آسمان ها و زمین رو خلق کرد در روز هفتم خسته شد، روز یکشنبه استراحت کرد. الله متعال خسته شد استراحت کرد. این کلام الله است. این کلام الله تعالی است، بر پیغمبرش معرفی میکنه. الله میخواد خودش رو پیغمبرش معرفی بکنه، بعد صحبت میکنه که من خسته شدم، من خالق شما روز یکشنبه استراحت کردم، بعد میخواد روز یکشنبه رو عید میگیرن یهودیان. و الان موضوع غیر از این درباره الله متعال میگن که الله متعال بعد از طوفان نوح چنان گریه کرد پشیمان بود از این که چرا طوفان فرستاد. درباره انبیای الهی به حضرت نوح علیه السلام تهمت زدن که شراب خورده. در سفر خروج وجود داره، در سفر تکوین وجود داره، همه اینا در همین مواردی که وجود. درباره حضرت لوط علیه السلام فقط به خاطر اینکه دشمنی داشتن برخی از بنی اسرائیل و برخی از طایفه‌های دیگر بخاطر اینکه اونا رو متهم کنن آمدن و نوشتن در سفر اینم در سفر تکوین. در سفر تکوین نوشتن که لوط علیه السلام نعوذ بالله با دختران خودش زنا کرد و از 2 تا دخترش فلانی و فلانی به دنیا آمد که فلانی پدر فلان طایفه است و فلانی پدر فلان طایفه است، چون فقط با فلان طایفه مشکل داشتن. نوشتن که سلیمان علیه السلام مشکل بت درست کرد و بت‌ها رو سجده می‌کرد. نوشتن که داوود علیه السلام با یک زن یکی از فرمانده‌های لشکرش زنا کرد
و از او بعدها بعد خود فرمانده بعد حامله شد اون زن، بعد شوهرش رو فرستاد به جنگ تا بمیره، بعد شوهرش مرد، بعد از همین زن سلیمان به دنیا آمد. آیا این همش هست در تورات وجود داره، تورات معاصر ما. آیا اینها کلام الله تعالی است؟ الله تعالی پیامبران بنی اسرائیل، پیامبرانی که افتخار بنی اسرائیل بودن، همین یهودیانی که ادعا میکنن ما افتخار میکنن به سلیمان و داوود و به دنبال هیکل سلیمان و داوود میگردن در مسجد الاقصی فعلی، میگن داوود زنا کرده نعوذ بالله، سلیمان بت پرست بوده، نوح شرابخور بوده، لوط نعوذ بالله زناکار بوده، الله تعالی گریه کرده، الله تعالی خسته شده، الله تعالی بعضی اشتباه کرده و از این مصیبت ها و از این فجایعی که در این است، علاوه بر اختلافات وجودی که داره. سن آدم علیه السلام رو یکیشون میاد در تورات های سگانی عبرانی و سامری و یونانی، یکیشون میگه آدم 130 سال عمر کرد، یکی دیگه‌شون میگه 230 سال عمر کرد، یکی میگه از آدم تا طوفان نوح 1500 سال گذشت، یکی دیگه میگه 1200 سال گذشت، یکی میگه 2300 سال گذشت. بعد درباره عمر یوشع یکیشون میگه 105 سال بود، یکی دیگه میگه 205 سال بود عمرش. این همه تناقض. قرآن کریم در آیه 82 سوره مبارکه نساء میفرماید افلا یتدبرون القرآن، آیا درباره قرآن تدبر نمیکنن؟ ولو کان من عند غیر الله، بله اگر کلام غیر الله تعالی بود این قرآن لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، هرگز در قرآن شما این اختلافات رو نمیابید. اما در تورات، در متنش، در محتواش، در اهانتش به انبیا، اهانتش به الله تعالی، اختلافات، تناقض خود یک بخش با یک بخش دیگه، خود همین توراتایی که یک نسخه متی در خود یک بخشی از متی با بخش دیگرش تناقض وجود داره، یک بخشی از یوحنا با بخش دیگرش تناقض وجود داره. اینها برخی از دلایلی هست که هر انسان منصفی وقتی که بیاد نگاه بکنه، خود همین 4 تا انجیل بودن دلیل بر تحریف است. خود همین چند تا تورات بودن دلیل بر تحریف است. علاوه بر این که در موارد محتواش رفته بخونیم که محتواش نگاه بکنیم، علاوه بر این که یک مسیحی که خود یهود رو دشمن خود میدونه چطور به کتاب یهود اعتقاد داره و عهد قدیم رو پذیرفته، این خودش یک جای سوال است که برای یک مسیحی عاقل که توی که میگی یهود قاتل عیسی است و مادر عیسی رو مریم رو تهمت زنا زده، بس چطور به کتابش اعتماد میکنه؟ و همین ها در قرآن کریم هم اشاره شده که اینها تحریف شدن و اعتقاد ما به صورت خلاصه بگیم که نسبت به کتاب‌هایی که الان هست تورات و انجیل این هست که ما اینها رو کتاب‌های آسمانی نمی‌دانیم. درست. و اینها برای ما مقدس نیستن به این معنا که ما به اینها عمل بکنیم و حرفشون مورد اعتبار باشه و اعتقاد یا باورشون رو بپذیریم. به هیچ عنوان. اینها تحریف شدن و دلایل فراوان برای تحریفش داریم، اما به اصل کتاب توراتی که برای پیامبر الهی نازل شده اعتقاد کامل داریم، اما این کتاب‌ها هیچ نسبتی با اون اصل ندارن. درست. و صدها دلیل برای این داریم که این رو در برنامه‌های تخصصیش عزیزان در برنامه بازسازی اندیشه بررسی می‌کنم. و من اگر اجازه بدید فقط یک کتابی رو برای عزیزانی که اهل مطالعه به زبان عربی هستن معرفی بکنم که در این باب اگر خواستن مطالعات بهتری داشته باشن. این کتابی هست که به اسم دراسات فی الادیان الیهودیه و نصرانیه. این کتاب دراسات فی الادیان الیهودیه و نصرانیه از دکتر عبدالعزیز سعود عبدالعزیز الخلف، استاد دانشگاه اسلامی مدینه منوره هستند، از استادای دکترا هستند و از عزیزانی هستند که واقعا در این زمینه خدمت کردن. این کتاب به زبان عربی به صورت PDF هم در اینترنت آف میشه، دراسات فی الادیان الیهودیه و نصرانیه دکتر سعود خلف. عزیزان میتونن به تفصیل در این باب مطالعه بکنن و بسیار زیبا و آکادمیک در این موضوع صحبت شده. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را تا برنامه‌های بعد و الله یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني